سلام بچه‌ها. امروز می‌خوام دریل 250 مادتا رو به خاطر ایرادی که دارید می‌بینید باز بکنم. گیر باکسش رو باز می‌کنم و می‌بینم دنده 3 پله و 2 پله دستگاه کاملا از بین رفته. میرم از انبار قطعه‌های اورجینالشو در میارم، دنده 2 پله و 3 پله رو به شما نشون میدم چقدر با هم دیگه متفاوته سالم خرابش. گیر باکسش رو میشورم، برقش میندازم و حالا نوبت چپ کردن گیر باکسه. گیر باکس رو باید کاملا با گریس مخصوص لیتیوم خودش من چربش کنم. دنده ها رو حسابی من چرب میکنم همیشه که خبری از استحکاک توی دنده ها نباشه. حالا نوبت مکانیزم تغییر حالت دستگاه یکم قلقیه، بعد قلق جا میره، ولی وقتی که جا زدی دیگه کار دیگه تقریبا تموم شده. جاش میزنم، بعدش میرم سراغ دنده 3 پله که اونو چربش میکنم که میخوام جا بزنم گریس به اندازه داشته باشه. گریس رو یکم بیشتر میزنم چون کار وقتی که میکنه گریس اضافه میره. حالا دنده 3 پله رو با احتیاط سر جایی که باید بشینیم جا میذارم و امتحانش میکنم، میبینم که داره کار میکنه. ولی بله، مارپیچ آرمیچر و دنده رو روبروی هم قرار میدم و میدم. حالا داریم میبینیم که گریل من مثل روز اولش داره کار میکنه. تغییر دنده میدم. یادتون باشه وقتی تغییر دنده دادید باید حتما چپ تکون بدید که دنده توی هم بشه. اگه کاری چیزی دارید بابت تعمیرات، ما توی ابزار استادکار در خدمتتون هستیم. خیلی مخلصیم.